سلام و درود به پای دوستان عزیز. خدا نگهبان هر یک کدوم شما باشه. اولش پروردگار و شما از چقدر مردم نیازمند کمک میکنه، دستگیری میکنه، راه میسازه. خدا از همه تو راضی باشه. دوستان عزیز ماشین دیده، ماشین چه چی میگن؟ هوندا جیپ کل تورنا. ما امروز با آقای حاجی شناس شدیم، یعنی هم صحبت شدیم. فقط مسئله گرانیسای مسکو قزاقستان، مسکو اوبلاست و قزاقستان دوستان فراموش نکنید که ما همین ماشینی که رکلام کرده ایستادیم در همین ماشین یا دوستان خدمت میگذره گرانیسا. این همچنان سدلنیکا هستن، این همه خیلی جای خوب همش قاعده‌ای. دوستان مهربان ما سر که رکلام میکنیم حرکت میکنیم در همه جا بگیم. آقای حاجی که یکی از بهترین برادرها هست که چند سالاش رفته اومده است. امروز خاطر ما یک صحبت کرد، حرکت کرده شدیم که آینده فقط یعنی که خاطر ما حاجی یک صحبت خوب کردیم. همین آقای حاجی رکلام میکنیم. باز میگم در هر یک سری ویدیوم یا کنی ویدیوم دیگر همین ویدیوهای آقای حاجی مسئله گرانیتسا ان شاء الله رفته اومده. نرخ نوای گرانیتسا بردن شو 8000 ارسی دوستان. فقط 8000 دوستان مهربان خدمت که اگر مسئله حجت پرابلم و مشکلی داشته باشه ان شاء الله کمک میکنن، یاردم میکنن. شخصی که دکومنت نداره از خونه‌تون هم یاردم میکنن ان شاء الله، میگیرن میبرن ان شاء الله با همون قزاقستان روان میکنن. با چی میگن گرانیتسا میگذرونن. مسئله حجتاتون کمک میکنن. اوسش با تلفن صحبت کنید. نرخ نوای همین برادر این ماشین یک بار شروع کنه. ماشین خود ماشین خوب الحمدلله. چیزی که ما نشون داده است به همین. اما یک سکرت چون میگم همین ماشین دیگه شده این ماشین نیست. این ماشین است، یعنی که ماشین ها از ماشیناشون در امروز ما قطعا صحبت کردیم. ماشینا در درخت گرانیتسا رفتن. ما یک ماشینی که همین میبینه یک ماشین برادر بود مثلا یک روز خپی دیمش راستش مثلا نشون که همچنین ماشین است. یعنی که چی میگم در هر حالت که روزگویی باشه دوای برکت میشه. ما بگیم همین ماشین پگاه روزگویی در سالن دیگر وای نیست. با اون خاطر دوستان مهربان گرانیتسا در چنین ماشینا میبرن تو اکه گروه همین اکه حاجیان رقم‌ها در روی اکران. خواهش میکنم از هر یک کدوم شما همین گپ فراموش نکنید. خدمت که از کانال باباجان 88 زنگ بزنید. خواهش میکنم از نام کانال باباجان 88 بگم ما از نام کانال باباجان 88 زنگ زده ایستادیم که خیر بگه که ها مردک همینطور رزولت داده ایستاده. با خود دوستان عزیز یک بارگاه ماشین عزیزتون ماشین خوب، ماشین بهترین، یعنی کسی که میبینه همچنین هست. اون ماشینایی که در همون گرانیتسا بوده ایستادن الحمدلله همه طرفا ماشینا تنجن. خدا نگهدار دوستان حرکت کنیم که مسئله همین دکومنت ها را میگه. باز میگم ان شاء الله کمکتون میکنم، تشویش نشید. خدا نگهدار تو راه سفید. یک دیگر را فراموش نکنن. ان شاء الله من یاد مشکلات دارم، خودتون میدونه مشکلات من حل کنم ساخت سلامت. من حرکت میکنم در همین ماشین شما بشینم با گرانیتسا برم، یعنی ما چخیل میریم چخیل میایم. من خودم گراجانی روسیه ام، اما برای خاطر شما میرم یک بار نشون میدیم که چخیل مردم میگذرن چخیل میاین، چه عذاب یا عذاب نیست همش ان شاء الله نشون میدیم. ای جاسو با آقای حاجیان خاطر ما کار میکنیم و رکلام های همین آقای حاجی ما تو حرکت میکنیم تو دمی تیر ما ببریم و ان شاء الله رزولت خوب نشون میدیم. با شما راه سفید برای کار در حق ما دعاگو باشه. خداوند هیچگاه مشکلی در سر شما نشود. حرکت کنید با دکومنت بگردید مردم. بعد دکومنتاشون پرابتیور میشن میگه انا دیپارتاس کنیم و ویدواره نکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حرکت میکنیم اینجا استاد ماشین آقای حاجی رفته اومدم میگه. السلام علیکم.